مردم ورخ برای اینکه اینجا قشلاق درخت‌پروری انمی میوه و دیگر چیزها که مشغولن. در همین ورخ ما آمیختگی نیست. قرغز نبودین جنده. پیش همین ملتی همین قرغزی که در همین فرض کردیم همین اقصای زندگی میکنن خصوصا با پرورش چاروا مشغول میشدن. نمیدونم برای چی تاجیک‌ها به این کار حوصله نداشتن. قرغزها رو کیلو می‌آوردن. لار میگفتیم، سری بیل میگویه، پل آفتابرو میگویه و همه کلمه‌های تاجیکی که حاضر همین ها همه دست قرغزان ده. ورخان حاضر حساب بدید چارباداری مال چاربای کلان شاختار نمو. لایلا تانکر مانده کن. لایلا کی نه های مالپای خیلیه. داوری شوروین ده هیچ کس یکون کس غت نمیگفت. راهی ورخ باید راهی ورخ باشد. بعضا لحظه‌ای میوشت که راه رو میبندن یا که گذشتن دشوار میشد. راه انمی راهی که از اینجا میگذرد با وسیله تنگی کنه راهی ابدی ازلی ورخ. وقتی که قرغیزستان دولتی علایده تاجیکستان دولتی علایده این باید در سطح دولتی با راه دیپلماتی حل شود. آنها را به سری میز مذاکرات کشید با آنها همچون با انسان معامله و گفت و شنید کرد بگذارید آنها نیز ما را فهمند.